سلام خانواده مهربونم. اینجا داستان نامه است و من نانام. امیدوارم حالتون عالی باشه و روزگارتون پر از سلامتی و شادی و آرامش و ثروت باشه. از اینکه کانال داستان نامه رو انتخاب کردین ازتون سپاسگزارم. عزیزانم ازتون میخوام که هر چند تا که میتونید برام کامنت بذارید که کانال خودتون بیشتر دیده بشه و به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. امشب یه داستان خیلی خاص و جذاب و شنیدنی ارسالی داریم که فکر میکنم از بهترین های داستان نامه بشه. بریم با همدیگه بشنویم. وقتی که مادرم رو از دست دادم دقیقاً 14 سالم بود. هنوز نمیدونستم زندگی چقدر میتونه بیرحم باشه. نفهمیدم چی شد. فقط یادمه یه روز خیلی لعنتی بود که با جیغ خالم از خواب پریدم. گفت بلند شو ساناز، مامانت نفس نمیکشه. نفسم بند اومد. نمیدونستم قراره از همون روز دیگه هیچ چیز مثل قبل نباشه. مامانم که رفت انگار همه چیز باهاش رفت. صدای خنده هام رفت، حس خوب صبح رفت، ذوق عید رفت، حتی بوی غذا هم رفت. موندیم من و بابام دوتایی توی خونه ساکت و یخزده. بابام ساکت تر از همیشه شد. اصلاً حرف نمی زد. فقط میرفت سر کار. شبم می اومد رو کاناپه دراز می کشید. تلویزیون روشن بود ولی صداش نبود. خونه خیلی ساکت بود، مثل قبرستون. من افسردگی یعنی چی اصلاً؟ من فقط میخوابیدم. روزا با گریه میگذروندم، شبا با فکر مامان. هی به عکسش نگاه میکردم، زل میزدم به اون عکس لبخند لعنتی که دیگه نبود. مدرسه رو ول کردم چون کسی نبود بگه پاشو دیر شد. هیچ کس نبود موهامو ببافه، ناهارمو بذاره تو ظرف غذام، یادم بندازه بارونی بپوشم. یه مدت با هیچ کس حرف نمی زدم. دوستم زنگ می زد جواب نمی دادم. معلمم زنگ می زد خونه. بابام گفت ساناز نمیخواد فعلا برگرده مدرسه. واقعا نمیخواستم برم چون دلیلی نبود. یه بار بابام اومد تو اتاقم نشست کنارم. گفت مامانت راضی نیست ببینه اینجوری شدی. نگاش کردم. فقط پتو رو کشیدم رو سرم. اونم بلند شد و رفت بی صدا، همون جوری که همیشه میرفت. یادمه یه نصف شب بود. پا شدم رفتم تو آشپزخونه. گشنم نبود، فقط دلم میخواست یه چیزی بخورم. شاید این بغض گنده قورت داده شه. بابام بیدار بود، نشسته بود رو صندلی، زل زده بود به یه لیوان چایی سرد. بهم گفت ساناز من تنهام. همون موقع فهمیدم ما دوتا تنها شدیم. هر دومون داغون شدیم ولی بلد نبودیم کنار هم گریه کنیم. بعدش خیلی طول کشید که بتونم از اون تاریکی بیرون بیام. بعضی شبا تا خود صبح گریه می کردم. بعضی روزا فقط زل می زدم به دیوار. ولی یه روز با خودم گفتم یا باید بمیرم یا یه کاری کنم. مامان که دیگه بر نمیگرده ولی خودمو شاید بشه برگردوند. اون روز برای اولین بار بعد از ماه‌ها از تخت بلند شدم. رفتم تو آینه نگاه کردم. با خودم گفتم تو همونی ساناز، فقط خیلی خسته ای. از همونجا شروع شد. نه با معجزه، نه با قرص، نه با یکی که بیاد نجاتم بده. خودم بودم، فقط خودم. هنوزم بعضی شبا دلم مامانمو میخواد. هنوز گاهی گریه میکنم ولی دیگه قایم نمیکنم. دیگه نمیترسم از گریه کردن. دیگه میدونم اگه زمین خوردی بلند شدن ممکنه طول بکشه ولی میشه. فقط باید یه جایی بگی بسه. یه مدت گذشت از اون روزای تاریکی که نمیدونستم کی شب میشه کی روز. کم کم انگار یکم جون گرفتم، فقط یکم. نه اینکه خوب شده باشم، نه، ولی دیگه میتونستم از تختم بلند شم، یه لیوان آب بریزم. گاهی حتی دلم یه خوراکی هم میخواست. این یعنی واسه خودم یه پیشرفت بزرگ بود. ولی خب آروم که گرفتم یه اتفاق دیگه افتاد.
عمه هام افتادن دنبال زن گرفتن واسه بابام. میگفتن مرد که نمیتونه تنها بمونه، زندگی بدون زن نمیشه. این دخترم به یه زن نیاز داره. انگار من اسباب بازی بودم که باید یکی بیاد ازم مراقبت کنه. ولی من فقط دلم مامانمو میخواست، نه یکی دیگه. بالاخره بابام ازدواج کرد. منم هیچی نگفتم. نه چون راضی بودم، چون دیگه حال مخالفت نداشتم. خسته بودم از جنگیدن. گفتم شاید اون زن حداقل یه ذره مهربونی کنه. شاید دلسوز باشه، شاید بفهمه یه دختر 14 ساله داغ دیده یکم محبت لازم داره. ولی خب زهی خیال باطل. اون زن اومد تو خونمون، ولی از همون اول انگار ازم خوشش نمی اومد. حتی یه لبخند زورکی هم نزد، فقط نگام کرد با یه قیافه‌ای که انگار من مزاحمم تو این خونه. از همون روز اول شروع شد. گفت این خونه قانون داره، هر کی اتاق خودشو جمع نکنه شام نمیخوره. بعد گفت تو خیلی لوسی، باید عادت کنی، دیگه مامانت نیست لوس بازیاتو تحمل کنه. به هم گفت لوس. اونم بعد از اون همه شبایی که با بالش خیس میخوابیدم. روز به روز بدتر میشد. هی به بابام میگفت این دخترت اونقدر بی تربیته که حتی سلامم نمیکنه. در صورتی که من از ترسش جرئت نمیکردم اصلا از اتاقم بیرون بیام. بابام فقط ساکت نگام میکرد. نمیدونم نمیفهمید یا نمیخواست بفهمه. اون زن حتی اجازه نمیداد عکس مامانم تو خونه باشه. یه بار دیدم عکسو از روی میز جمع کرده گذاشته تو کشو. وقتی پرسیدم چرا، گفت اینا رو جمع کن، گذشته رو ول کن. زندگی الانو باید درست کنین. گذشته؟ مگه مامانم گذشته بود؟ واسه من هنوز زنده بود. هنوز صداش تو گوشم میپیچید، هنوز خوابشو میدیدم. اون زن ولی نمیخواست حتی خاطرش باشه. بعد یه مدت کارش شده بود گیر دادن. اگه موهامو نبسته بودم میگفت این چه وضعشه؟ دختر باید مرتب باشه. اگه ناهار نمیخوردم میگفت قیافه نگیر، من مامانت نیستم. مامانت نیستم لوس بازیاتو تحمل کنم. اگه حرف نمیزدم میگفت خفه خون گرفتی، با من مشکل داری. ولی هیچ کدوم از اینا اذیتم نمی کرد اندازه اون لحظه ای که دیدم بابام بهش لبخند زد. همون لبخندی که دیگه واسه من نزده بود. اون لحظه دلم شکست. گفتم شاید دیگه همه چی تموم شده. مامانم رفته بود، منم انگار باش رفته بودم. فقط هنوز نفس میکشیدم. دیگه واقعا بریده بودم. تو اون خونه حتی نفس کشیدن سخت بود. صبح که چشمم باز میکردم دلم میخواست شب شه. شب که میشد دلم میخواست هیچ وقت بیدار نشم. از بابام دور شده بودم. از خونه بدم میومد. از خودمم بدم میومد. همه چی خاکستری بود. تا یه روز، اون روز داشتم از مدرسه می اومدم با هنسفری تو گوشم و چشای پف کرده. یه پسر از کنارم رد شد. نگاه نکرد، حرفی نزد. ولی لبخند زد. یه لبخند کوچیک. یه ثانیه‌ای خندید. اما واسه من اندازه یه دنیا بود. چند روز بعد تو مسیر برگشت دوباره دیدمش. این بار گفت سلام. منم یه لبخند نصفه زدم و رد شدم. ولی اون تو خودش یه چیزی داشت. انگار با بقیه فرق داشت. نگاش مثل آدما نبود. یه جوری نگاه میکرد که انگار واقعا میبینتت. نه فقط نگات میکنه. کم کم شد یه عادت. هر روز تو مسیر برگشت چشم دنبالش میگشت. بعضی روزا پیداش نمیشد. انگار یه چیزی گم کرده بودم. تا اینکه یه روز اومد جلو و گفت من اسمم پیمانه. میتونم اسم تو بدونم؟ با کلی طرز گفتم ساناز. از اون روز رابطمون آروم آروم شکل گرفت. نه یهویی، نه با حرفای قشنگ و فیلم طور. ساده بود. قایمکی حرف می زدیم. گاهی تو مسیر مدرسه تا خونه قدم می زدیم. یکم حرف می زدیم، بعد می رفتیم. اولش فقط یه جوری بود که انگار یکی داره منو میشنوه، حرفامو درک میکنه. فقط همین. ولی بعدش یواش یواش دلم واسش تنگ میشد.
واسه حرف زدن باهاش، واسه این که بگه ساناز امروز خوبی؟ یه روز که داشتم از دست زن بابام گریه می کردم بهش پیام دادم، گفتم کاش بودی. اونم نوشت همیشه هستم. همین یه جمله باعث شد تا صبح گریه کنم، ولی نه از ناراحتی، از این که بالاخره یکی هست. یکی که نبود ولی حسش بود، یکی که واسه من بود، فقط من. بعد یه مدت بهم گفت میخوام ببینمت، نه تو خیابون، نه توی مسیر، یه جای خلوت، فقط خودمون دوتا. ترسیدم ولی رفتم، چون دلم تنگ بود، چون دیگه بریده بودم، چون دلم میخواست یه جایی باشم که کسی بغلم کنه و بگه همه چی درست میشه. وقتی دیدمش قلبم یه جوری میزد که انگار قراره بترکه. اومد جلو، آروم دستمو گرفت، گفت ساناز عاشقتم. نفهمیدم چی شد، فقط اشک میریختم، چون یکی گفت عاشقتم بدون قضاوت، بدون اینکه بخواد عوضم کنه، بدون اینکه ازم توقع داشته باشه بزرگتر از سنم باشن. اون روز بعد مدت‌ها خندیدم، از ته دل خندیدم، نه با دهن، با دل، با تمام وجودم. یه مدت همه چی خوب بود. پیمان هر روز پیام میداد، هر شب حرف میزدیم. روزای مدرسه شده بود برام یه دلخوشی. با همدیگه کلی خاطره ساختیم، کلی حرف زدیم، کلی خندیدیم. یه حس خاصی بینمون بود، یه حسی که خودم هم نمیفهمیدم چیه، ولی ته دلم میگفتم این خود عشقه، همونی که همیشه دنبالش بودم. یه روز پیام داد، گفت ساناز امروز خونه تنهام، میای یه سر بیای اینجا، فقط خودمون باشیم، یکم حرف بزنیم، دلم برات خیلی تنگ شده. اولش دو دل بودم، ترس داشتم، هزار تا فکر تو سرم میچرخید، ولی خب اون موقع پیمان برام امن ترین آدم دنیا بود. گفتم اگه به اون اعتماد نکنم به کی میتونم اعتماد کنم آخه؟ رفتم، دل تو دلم نبود، همش استرس داشتم. همین که یه جور شوق عجیب تو دلم بود. با خودم میگفتم فقط میشینیم حرف میزنیم دیگه، همین. اما وقتی رفتم همه چی از اون چیزی که فکر میکردم فرق داشت. اولش خوب بود، نشستیم حرف زدیم، خندیدیم، ولی یواش یواش رفتاراش عوض شد، نزدیکتر شد، دستمو گرفت، بغلم کرد و من گیج شده بودم. یه حسی بین ترس و دوست داشتن، نمیدونستم چی درسته چی غلطه. گفتم پیمان من نمیخوام. گفت فقط منو بغل کن، من دوستت دارم ساناز، نترس، همه چی خوبه، فقط من و توییم، هیچی بد نیست. انگار جادوم کرده بود، ذهنم از کار افتاده بود، فقط دلم میخواست اون لحظه تموم نشه، چون تو بغلش حس میکردم کسی رو دارم، ولی اشتباه کردم. بعد از اون روز یه چیزایی توش عوض شد، نه اینکه یهویی بره، نه، ولی اون پیامای قشنگ، اون دلتنگیا، اون صداش که برام نفس بود، همش کم شد. حرفاش سرد شد. گفت خیلی گیر میدی، باید مستقل باشی، نمیتونی که همیشه به من بچسبی، تو زیادی احساساتی هستی، آدم باید منطقی باشه. ولی من روز به روز آب شدم. هر شب زنگ میزدم جواب نمیداد، هر بار پیام میدادم دیر جواب میداد. آخرش گفت ساناز فکر میکنم دیگه نباید ادامه بدیم، داری زیادی وابسته میشی، من اهل این چیزا نیستم. همینقدر راحت ولم کرد، حتی یه دلسوزی کوچیک، بدون اینکه توضیح درست حسابی بده، بدون اینکه بفهمه چه زخمی رو دلم گذاشت. من موندم و یه اتاق ساکت، یه دل داغون، یه ذهن پر از سوال و یه بغض لعنتی که هر شب تا صبح خفم میکرد. اون روز واسه همیشه یه چیزی توی وجودم از بین رفت. اعتماد، محبت، امنیت. فقط با یه جمله ساده‌اش که گفت فکر نکن ادامه این رابطه فایده داره. از وقتی که پیمان ولم کرد دیگه هیچی برام مثل قبل نبود. انگار همون یه ذره امیدی هم که داشتم با خودش برد. گریم بند نمی اومد. شبا با بالش خیز خوابم می برد. تو مدرسه زل می زدم به دیوار. اگه کسی صدا می زد نمی شنیدم. حواسم پرت بود.
پرت نبودن کسی که یه روز فکر میکردم تا ته دنیا باهامه. از اون طرف زن بابا من بدتر از همیشه شده بود. یه روز به هم غذا نمیداد، یه روز لباسم رو پاره میکرد، یه روز جلوی بابام تحقیرم میکرد. بابام انگار اصلا من وجود نداشتم. فقط نگام میکرد. با یه بیخیالی عجیب منو نمیدید. من یه سایه بودم تو خونش. یه شب دیگه نتونستم. رفتم تو اتاقم، چمدون کوچیکم رو برداشتم، یه جفت لباس انداختم توش و آروم از خونه زدم بیرون. نمیدونستم کجا برم. فقط میخواستم دور بشم از خونه، از آدمای اون خونه، از خاطره هاش، از بوی عطر پیمان که هنوز توی شال خاکستری مونده بود. رفتم تا وقتی خسته شدم. پام که رسید به یه پارک نشستم رو نیمکت. یکم اطرافم رو نگاه کردم. بعد کس کردم یه گوشه. سرم رو گذاشتم رو زانوم و خوابم برد. اولین شب بیخونگی، اولین شب تنهایی واقعی. داستان شب تنهاییم شروع شده بود. با صدای یه مرد بیدار شدم. گفت دخترم حالت خوبه؟ چرا اینجایی؟ نگاش کردم. مردی حدوداً 50 ساله، موهاش سفید، صداش آروم. یه جوری مهربونی تو چشماش بود که دلمو نرم کرد. گفتم جایی ندارم برم. آهی کشید و گفت نترس، بیا بریم خونه من. شب بمون اونجا، بعدش یه فکری میکنیم. دلم نمیخواست برم ولی ترسیده بودم. هم خستم بود، هم امید داشتم شاید یکی پیدا شه که واقعا کمکم کنه. واسه همین رفتم. خونش تمیز بود. چای درست کرد، پتو داد بهم. گفت بخواب، فردا با هم میریم دنبال یه جا برات میگردیم. اون شب گوشه سالن پذیراییش خوابیدم ولی صبح که بیدار شدم لحنش عوض شده بود. گفت تو جوونی، خوشگلی، نباید همینجوری زندگی کنی. من میتونم همه چی برات فراهم کنم. یهو دستشو گذاشت رو شونم. یه جوری نگام کرد که بدنم یخ کرد. دوباره گفت اگه با من باشی از این فلاکت در میای. دیگه لازم نیست تو پارک بخوابی. قلبم لرزید. بغض کردم. گفتم من فقط کمک خواستم، نه این چیزا. خندید. همون مهربونی شب قبل تبدیل شد به یه چیزی که نمیتونم حتی توصیفش کنم. گفت اینجا کمک همین شکلیه، دلت بخواد یا نه. بلند شدم و با تمام توانم دویدم. درو باز کردم. پا برهنه زدم بیرون. حتی مانتومم جا گذاشتم. فقط میخواستم دور بشم از اونجا. با گریه، با نفس بریده، با یه قلب له شده. یه قلبی که ترک خورده بود. داشتم میدویدم، نفس میزدم. پاهم خیلی میسوخت. صورتم خیس اشک بود. دلم میلرزید. فقط میخواستم از اون خونه لعنتی در بیام. از اون مرد دور بشم. از اون شب راحت بشم. ولی انگار دنیا با هم لج کرده بود. از در خونه خیلی دور نشده بودم که از پشت یه دستی کشید رو شونم. محکم منو گرفت. خشکم زد. صدا گفت کجا؟ به این زودی؟ مگه نگفتم کمک میخوای باید تا تهش وایسی؟ برگشتم نگاه کردم. خودش بود، همون مرد، میکائیل. زورش زیاد بود. نتونستم در برم. منو برد داخل خونه. درو قفل کرد. گوشیمو ازم گرفت. با یه لبخند آروم گفت الان زنگ میزنم دوستم بیاد، ازت مراقبت میکنیم. اون شب یه جور دیگه گذشت. از فرداش هر شب یکی می اومد. یا خودش بود یا دوستش. من فقط نگاه می کردم. یه جا تو سقف و زل می زدم. اشکام بی صدا می ریختن. ولی دیگه صدام در نمی اومد. اولش وحشت بود. بعدش خشم. بعدش هیچی حس نمی کردم. نه درد، نه شرم، نه غم. بدنم بود ولی روحم جای دیگه گم شده بود. اونقدر این اتفاقات تکرار شد که دیگه نفهمیدم شب چندمه. نفهمیدم روزه یا شبه. فقط میدونم یه روز بود بیدار شدم. دیدم دارم نگاهشون میکنم. حتی یه قطره اشکم از چشمام نمیریخت. یه جوری شده بودم که انگار عادت کرده بودم به درد، به لمس ناخواسته، به خنده های مزخرفشون، به حرفایی که
فقط معنیشو خودشون میفهمیدن، به نگاهایی که تهش فقط اون چیزی بود که خودشون میخواستن. بدتر از اون یه شب لبم خندید. واسه یه لحظه لعنتی حس کردم خوشمه. یه لحظه حس کردم منم کسیم که خواستنیم. اون شب از خودم ترسیدم. از خودم حالم به هم میخورد. از خودم چندشم میشد که چجوری یه دختری که فقط دنبال عشق و آغوش بود رسیده به جایی که داره با درد زندگی میکنه و فکر میکنه حقشه. دیگه اون ترس روز اول رو نداشتم. دیگه دلم نمیخواست در برم. دیگه حتی فکر نمیکردم دارم بد زندگی میکنم. یه جور لذت عجیب تو روزمرگی هم پیدا کرده بودم. میکائیل و احمد هر شب بودن. برام لباس میخریدن، فیلم نشونم میدادن، حرفای قشنگ میزدن، میگفتن خوشگل ترین دختری هستم که دیدن. منم باور کرده بودم. فکر میکردم مهمم، خواستنیم و خواستم. یه شب که رفتم حموم، شیر آب گرم و باز کردم و ریختم رو خودم. چشمامو بسته بودم، آروم شده بودم. یه صدایی اومد. صدایی که انگار از تو قلبم در می اومد. ساناز دخترم. چشمامو باز کردم. مامانم بود. همون لباس گلگلی همیشگیش تنش بود. همون لبخند آرومش رو لباش بود. همون بوی همیشگی. ولی چشماش پر از اشک بود. نگام کرد و گفت اینجا جات نیست مامانی. تو نباید اینجوری زندگی کنی. جیغ زدم. با همه وجودم جیغ زدم. بدنم لرزید. دویدم بیرون از حموم. نفس می زدم. حالم بد بود. رفتم سمت آشپزخونه. یه چاقو برداشتم. فقط میخواستم تموم شه. همه چی. من، خاطراتم، مامانم، میکائیل، احمد، حتی اسمم. گذاشتم روی دستم و فشار دادم. بعدش نفهمیدم چی شد. فقط یه نور بود. صدای آمبولانس. بوی الکل می اومد و فریاد. چشامو تو بیمارستان باز کردم. دکتر بالا سرم بود. یه پرستارم کنارم بود. دستم باندپیچی شده بود. سرمم به دستم وصل بود. یکی گفت شانس آوردی دختر بچه. پرسیدم میکائیل، احمد. پرستار گفت در رفتن. پلیسا هنوز پیداشون نکردن. نفس کشیدم. برای اولین بار بعد مدت‌ها انگار سنگی که رو سینم بود برداشته شد. از دستشون خلاص شده بودم. نه واسه این که پلیسا دنبالشون بودن، واسه این که دیگه اون دختر بی پناه و خام نبودم. مرخص شدم. رفتم خونه بابام. درو که باز کردم خودشو دیدم. نشسته بود رو مبل، چشم به راه. خشکش زد وقتی منو دید. چشماش پر شد. هیچی نگفت. فقط بغلم کرد. اولین باری بود که بعد از مامانم بغلم کرد. از زن بابام پرسیدم. گفت رفته. جدا شد. دیگه نیست. اون لحظه یه نفس عمیق کشیدم. یه نفس واقعی. نه با درد، نه با ترس. فقط یه نفس برای زنده بودن. الان فقط من و بابامیم. نه همه چی خوبه، نه زندگیم ایدئاله، ولی دیگه اون شبایی نیست که با گریه بخوابم. دیگه کسی نیست که منو بدون خواستم لمس کنه. دیگه مجبور نیستم نقش کسی رو بازی کنم که نیستم. این بود داستان زندگی ساناز. دختری که بعد از کلی سختی تونست حداقل راهشو پیدا کنه. از شما همراهان و خانواده عزیزم میخوام که براش یه جمله کامنت بنویسید. برای تسکین دل خسته ساناز. خانواده مهربونم، از اینکه تا پایان داستان منو همراهی کردین ازتون سپاسگزارم. لطفاً از کانال داستان نامه که کانال خودتونه حمایت کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.